سلام به همه عشقای دل. اومدیم با اولین ویدیوی پسرخوانده‌مون توی این چنل بچه‌ها. یه ویدیو کلش رویال میذاریم، پسرخوانده میذاریم، جفت بازی ها رو پوشش میدیم دیگه، ریاکشن و این چیزا. حتما چنل ما رو دنبال کنید و بریم سراغ اولین ویدیوی پسرخونده‌مون. بچه‌ها این ترکیب خیلی قویه، واقعا قویه، حتما امتحانش کنید، مطمئنم ازش خوشتون میاد. مهناز و جوکر و شاپور گاوکش. اوه اوه، بابا جان بهمون افتادی یا ابوالفضل. دیگه بازی میکنیم. اولین کار بابا جونش رو میزنیم، بهترین کار. ای حروم زاده، میزنیم بالای این. خب بسم الله، بریم جلو. حروم زاده رو نگاه، حروم زاده رو زهد بازی رو نگاه، ناموسن بخور با آخرین. ماشالله. یکی تموم. خب این بابا جانش رو کشتیم. الان دقیقا همین حرکت رو میزنه بیشک. خب این هم میکشیم. تموم. بعدی بابا جانو میکشیم بچه ها. بعدی بابا جانو میکشیم بیشک. اینو میزنیم. خب روی بابا جان کشته کسکش. میریم سراغ شاهین. خب ببینیم چی کار میشه کرد دیگه. میخواد بابا جانو دفاع کنه لاشی. میزنیم دیگه به هر کی خورد. به بهترین کس هم خورد. اینم از این همه شاین تکبرش. برو پوفیوز، بریم سراغ بعدین. این دیگه خودشم کباب کنه تمومه. تموم. قدرتش هم کار نمیکنه. بله باید هم این کارو کنه. بیفایده است این کارا، بیفایده است. تموم. اینو میزنیم، اینم میزنیم. این از مچ اولمون. این ترکیب واقعا خفنه بچه ها، واقعا خفنه. حتما امتحانش کنید، مطمئنم برنده میشید. شاپور، مهناز، جوکر. خب بریم سراغ مچ بعدیمون بچه ها. فقط همین پوفیوز رو بند کنید. خب شاپور رو میندازیم جلو. 9 8 6. آخ طلعت برداشت بچه ها. این بده، طلعت بد سینت اذیت میکنه. خب شاپور جوکر. آخ خیلی بد شد، خیلی بد. این لیولش یک بچه ها. تموم. خب 9 10 7 10 10 8 6. خب دوتا میزنیم میس نشه. خوبه میکس نشد. جوکرمون چنده؟ 9 8 6 8 9 6. یارم زاده. آخ یه بار خندید جوکرمون، تخم سگی. یه بار خندید تورجمون. خب اینو بزنیم وگرنه دست بعد قدرتش رو میزنه درد سر میشه. آخ اخندید.
شانسمون گرفت. نخندید. قدرت تورج رو میزنیم بچه ها. 100% قدرت تورج رو میزنیم. جوکر خوب است. یه 5 تا، یه 3 تا، یه خون. این مچ هم فکر کنم بزنم بچه ها. این مچ هم تموم. بردیم. نخندید و تمام. اینش اگه 4 بود باخته بودیم. منوچش اگه 4 بود 100% باخته بودیم بیشک. نگاه بچه ها، بازم 2 تا کارتامو زد. خیلی خوبه. زد. تموم. برو خونتونمو. بریم سراغ بعدی. یک مچ دیگه بزنیم. شاپور، تورج، مهناز بهداشتی. بند میزنیم 33,000 و 32,98. شاپور رو بند زد بچه ها. شاپور رو بند زد. چه برداریم؟ ایفا برمیداریم. اسیش پش. ایفا اسیش پش. کارتو بعدی چه برداریم بچه ها؟ فلش بند. هوشی رو برمیداریم بره. خب ایفا رو میکنیم تو سولاخش. آخ میخواد لاشه میکنه. آخ بیناموس. اتمام نوبت. آخ زد بچه ها، زد. بعدم زد. میزنیم دیگه. نخوره به حرف آخری. خوبه. جونتو بگردم. به یکی. ای کسکش. تمام. بردیم بچه ها. ایزی. این هم از این مچ. فکر کنم بردیم دیگه. یکی دیگه. 2 تا. 376 تا 497. تمام. شاپور رو بند زدن این دست. این بد شد. بریم سراغ مچ بعدی. اشکال نداره بچه ها. بریم سراغ مچ بعدی. سریع بگید ترکیب بعدی چی باشه. اشکال بنویسید از دک بعدی چی و چی باشه. پسرخوانده زیاد بازی. آخ اینم که شاپور رو بند زد. ای بابا. بابا جان بر ندار. برداشت. فلش بند. خب ایفا رو میکنیم تو جلدش. دوباره یه کارتو میکشیم. به همین صورت پیش میریم. تورج.
داره بابا جونش رو شارژ میکنه، مشکلی نیست. یکی دوتا. دست بعدی خورده این. اگه ایفا بره رو بابا جون عالی میشه بچه ها. خب ایفا برو رو بابا جون. 110 تا یا ابوالفضل چه خبره؟ 110 تا زد، یه کارتمون رو زد. نره رو بابا جون، تموم کار رفت رو همین. تموم. اگه دست بعدی هم شاپو رو بند بزنن بازی رو میبستیم بچه ها. اینو اذیتش کنیم یکم. همه ضرباتش خندید. تموم. میریم سراغ مچ بعدی بچه ها. اگه نشد دیگه شاپو رو بند زدن، میریم سراغ ویدیوی بعدی. ولی فکر نکنم شاپو رو بند بزنن. خب دوباره پروفسور رو بند میزنیم. شاپو رو بند نزن. بعد میریم سراغ ترکیب تورج. آخ این بده. میمونه استیشپش رو بکشه، یا این اسمش چی بود یادم رفته. کجاست این بده؟ ایفا برداریم میتونیم ببریم. خب بلش رو دیگه، همین مهناز رو برداریم میریم بازی. هرچی شد جان. نه حریف نمیزنه بچه ها. حریف نمیزنه. زد. داره بلدنجی میده. اینو بزنیم، اصل کاری رو بکشیم. الان فرشته تا از سطح 8 استفاده میکنه. خون کشید. جالب بود. خون کشید. 995. میریم کامل روی این بچه ها. این که فقط باید خون بکشه دیگه. چه شد بازی؟ عجیبه. قدرت رو الان نمیزنم. دست بعد 120. آخ نزد. این بده نزد. ساکت. این بده نزد. اینم که داغونه بابا. خب بزن دیگه، چقدر طولش داد.
اینجوری میریم سمت این بچه ها، میریم سمت این. آخ این بده، نخن کسش. تمام، دست بعدی اینو زدمش دیگه. دست بعد تمومه. 2 هیل تمام بچه ها. این هم از مچ آخر. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. چنل رو ساب کنید، زنگوله هم بزنید تا دیگه ویدیومون بهتر بشه و همه چی درست بشه. اینو بزنید تمام بشه بره. چنل رو ساب کنید، زنگوله هم بزنید، یه کامنت هم بذارید دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.